ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 15 ایول سال 2024 در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که شهروند شیرینزاده رجبعلی کمال ساکن 66 ساله کوچه ناصر خسرو پایتخت را برای برگزاری معرکه پردبدبه در فوتیه دخترش پروتکل کردند. سخن درباره گنرال یک زمان پرنفوذ رجب شیرین می رود که در زمانش سردار پلیس اندوز تاجیکستان و بعداً تا سال 2015 معاون رهبر اگنتی مبارزه با کروپسیا بود. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات ملی دوشنبه سال 13 ایول سال جاری شهروند شیرینزاده رجبعلی کامل سال تولدش 1958 استقامت کننده شهر دوشنبه برخلاف طلبات قانونگذاری عمل نموده در منزل استقامتیش واقع در کوچه ناصر خسرو شهر دوشنبه به مناسبت اویله‌دارشوی دخترش معرکه فوتیه توی با اشتراک خویش و تبار و تقدیم توفها برگزار نمود. میلیسا گفت نامبرده با این کردارش طلبات ماده 12 قسم دوم قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان را دغلانه ویران کرده است. همزمان از جانب خویشاوندان صاحب معرکه با مقصد خودنمایی رفت برگزاری فوتیه توی به نوار گرفته شده طریق شبکه‌های اجتماعی نشر کرده شده است که این عمل آنها باعث ایراد و واکنش‌های منفی شهروندان گردید. از جانب کارمندان ملیس پایتخت وابسته به حالت مذکور نسبت شیرینزاده رجبعلی طبق طلبات ماده 481 قسم 2 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به دادگاه ارسال کرده شد. طبق قسم 2 ماده 10 قانون تنظیم و جشن و مراسم تشکیل معرکه‌های فوتیه توی، عید و نبری، صندوق بران، چای گشتک، قدو طلبان، مبارک بودی، شه تازان، تقدیم سر و پا برای مهمانان طرفین و خویش و تبار داماد و عروس به استثنای تقدیم توفه برای داماد و عروس و پدر و مادر آنها منع است. بر اساس قسم 2 ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری همچون جزا برای گذراندن معرکه‌های منع شده به شخصان واقعی به اندازه 120 نشان دهنده برای صبح یعنی از 8640 سومونی یا نزدیک $800 و به شخصان منصبدار به اندازه 350 نشان دهنده برابر 25200 سومونی یا $2300 جریمه تعیین کرده شده است. گنرال رجب شیرین سالهای 90 رئیس پلیس اندوز تاجیکستان بود و از افراد خیلی پرنفوذ و ثروتمند جمهوری به شمار می رفت. او سپس سالهای زیاد در وظیفه معاون رهبر اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا تاجیکستان کار کرد و ماه فوریه سال 2015 از وظیفه برکنار کرده شد. بار آخران نام گنرال رجب شیرین سال 2018 در رابطه با قضیه پسرش باباجان شیرینزاده سابق کاتب دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان ورد زبانهای رسانه شد. شب 6 یونیو سال 2018 وقتی که مایره یتیموف و همسر سابق باباجان یتیموف برای دیدن دو فرزند مشترکشان به خانه شیرینوف در محله یکم سویسک اومد، بین او و شوهر سابقش مناقشه سر زد و باباجان شیرینوف که اون وقت 33 سال داشت جاغ دوگانه همسر سابقش رو زده شکسته خود مایره یتیموف را با بیش از 10 ضرب کورد کشت. ماه نوامبر سال 2018 دادگاه شهر دوشنبه باباجان شیرینوف را به 18 سال زندان محکوم کرد.